سلام، دکتر آریا محمد هستم و امروز میخوایم که راجع به دندان ها معلومات منظمی را به شما بعد از این به شکل روزانه ارائه بکنم. امیدوار هستم که بیننده برنامه های من باشین. تعداد زیاد از دوستان پرسیده بودند که خود دندان چی است؟ دندان ساختار سخت سفید رنگ هست که جهت جویدن غذا، آسیاب کردن غذا و گرفتن غذا خداوند ایره در دهان ما خلق کرده و همچنان رول بسیار مهمه در زیبایی انسان داره. و اگر بخوایم که واضح تر بسازیم، دندان ها از 3 لایه یا 3 قسمت ساخته شدن که قسمت اول یا مینای دندان که به نام انامل یاد میشه، قسمت دوم عاج دندان یا دنتین دندان و قسمت سوم پالپ دندان می باشه. انامل که سخت‌ترین ماده در بدن است و خارجی ترین ساحه دندان را تشکیل داده که به نام مینای دندان یاد میشه. عاج دندان یا دنتین دندان نسبتاً حساس هست و نسبتاً از انساج نرمتر از مینای دندان می باشه و تشکیل شده و همچنان پالپ دندان که شامل اوعیه و اعصاب دندان می باشه. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو بیننده بودین. امیدوار هستم که همراهمان باشین و ویدیوهای بعدی را هم تعقیب بکنین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.